من کانتوری هستم. میخواستم کاردستی کرمو بهتون آموزش بدم. اول یک نی ور میدارین به این صورت و بعد تا اینجای نی بریده میشه. البته به صورتی که این قسمتی که الان دارم میبرم کامل پاره نشه. خب و بعد این رو به این شکل این صورت وقتی که تا اینجا اومد شما اینجا رو این به این صورت این شد و بعد وقتی که میاد به این سمت اینجوری انقدر فاصله میدین و بعد مثل قبلی ها اینجوری به صورت نازک میبریم. اون قسمت به این شکل اینا قرار پاش باشن، پای کرم. حالا دوباره مثلا انقدر ایوی به این شکل دوباره فاصله میدیم، انقدر میبریم این روند رو تکرار میکنید. خب ما تا اینجا ادامه دادیم. برای اینکه حجم ویدیو زیاد نشه و طول نکشه ما ویدیو رو استاپ کردیم و آموزشش هم دوتای اول، ستای اول یا دوتای اول رو داریم. خب وقتی که به اینجا میرسین از این قسمت یه خورده لازم نیست بکشین، یه کمی اینجوری میکنید تا این بیاد بالا و بعد این قسمت رو میزنید. حالا این قسمت رو یه تای کوچیک اینجوری به این صورت میزنید و بعد اینو میکنید داخل اینا. نباید به بیرون بیاد. خب مثلا اینجا رو باید یه خورده میدادین بدیم بیرون و این صورت بکنید داخلش. بعد وقتی که رد کردیم
دوباره اینو خم میکنیم به این صورت و به همین راحتی هی میره داخل این صورت. و این تا اینجا که میاد اینجوری، این باید یه جا اینجا گیر کنه که با این نیرویی که به اینجا وارد میشه این بالا پایین بره. این و بعد برای زیبا شدن کرمتون یک ماژیک ور میداریم و البته این چون بنفشه کم رنگ میشه. این صورت چشم براش میذاری و برای پاش اینجوری نشونه میذاریم. به این صورت. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید تا پس. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. خدا نگهدار.